امروز می‌خوایم به صورت خلاصه و دقیق اما ساده کوانتوم رو بررسی کنیم. تو این راستا یه سر به تاریخچه‌اش میزنیم که ببینیم چه مشکلی بود که به کوانتوم احتیاج پیدا کردیم. همچنین یه ادای دینی هم کرده باشیم به پیداورندگان این نظریه عجیب و شگفت انگیز. بعد از اون به سراغ مفاهیم پایه‌ای این نظریه میریم و با هم بررسیشون می‌کنیم. راستی من بهادرم و اینجا آشوزوشته. برای اینکه درک درستی از کوانتوم داشته باشین، ادامه ویدیو رو همراه من باشین. داستان ما از اوایل قرن 20 شروع میشه، جایی که دانشمندانی مثل ماکس پلانک و آلبرت انیشتین با نظریات کوانتومی خودشون برای همیشه درک ما رو از واقعیت دستخوش تغییر کردن. تو اولین مورد به سراغ فاجعه فرابنفش میریم، اما قبلش باید بگم اجسام به واسطه دمایی که دارن از خودشون تابش الکترومغناطیسی ساطع میکنن و مثلا من انسان به واسطه دمای بدنم از خودم تابش ساطع میکنم و اثرش رو مثلا میتونیم به وسیله دوربین‌های دید در شب یا دوربین‌های مادون قرمز آشکارسازی کنیم. فاجعه فرابنفش در رابطه با ناهنجاری‌های مربوط به تابش جسم سیاه بود که شکل گرفت. جسم سیاه جسم ایدئالیه که تمام تابش‌های الکترومغناطیسی تو تمام طول موج‌های ممکن رو جذب می‌کنه و وقتی دماش کمه سیاه دیده میشه، اما وقتی بهش حرارت بدین دوباره تمام اون طول موج‌ها رو بازتاب می‌کنه. شاید از خودتون بپرسین خب مشکلش کجاست؟ بعد بگم که طبق رابطه کلاسیکی که داشتیم، این رابطه پیش بینی می‌کرد که برای طول موج‌های خیلی کوتاه یا در واقع فرکانس‌های خیلی زیاد، حد انرژی جذب شده برای این جسم سیاه باید به اندازه بی‌نهایت باشه. خب طبق پایه‌ای انرژی ما میدونیم که انرژی بی‌نهایت نداریم، اما به عنوان راه حل ماکس پلانک پیشنهاد کرد که انرژی کوانتیزه باشه و فقط تو قالب بسته‌های انرژی به اسم کوانتا انتقال پیدا کنه. اون انرژی متناظر با این بسته ها رو به صورت E مساوی hf که یعنی ثابت پلانک ضرب در فرکانس اون طول موجی که داره انتقال میده معرفی کرد. خود کوانتا تو معنای لغوی به معنی بسته‌بندی و پکیج و با این فرض کوانتیزه بودن انرژی مشکل فاجعه فرابنفش حل شد و پایه و اساس نظریه کوانتوم بنا نهاده شد. مورد بعدی اثر فوتوالکتریکه که انیشتین موفق به حل مشکل اون شد. تو اون دوره مشاهده شده بود که با تابوندن یه پرتو نوری با فرکانس خاص به سطح یه فلز خاص میتونیم از اون فلز الکترون آزاد استخراج کنیم. اما خب این انگار یه رفتار ذره‌ای داشت از خودش نشون میداد، مثل اینکه ما بیایم یه توپ بیلیارد رو به یه توپ دیگه بزنیم و اون تو مسیر خودش حرکت کنه. دقیقاً این همینطور بود، انگار نور به سطح فلز میخورد و اون الکترون رو داشت ازش جدا میکرد. کاری که انیشتین کرده بود اومده بود با استفاده از فرض کوانتیزه بودن انرژی که پلانک برای فاجعه فرابنفش پیشنهاد داده بود، اومد در واقع این رو روی پرتوهای نوری اعمال کرد و گفت نور یه قابلیت ذره‌گونه‌ای داره و اسم اون ذره رو فوتون گذاشت. و این اولین باری بود که فرض ذره‌ای بودن نور مطرح میشد که تا قبل از اون به عنوان یه پدیده موجی بررسی می‌کردیمش. و در نهایت انیشتین بابت این کاری که کرده بود مفتخر به دریافت جایزه نوبل شد. برای مورد بعدی هم به سراغ دوگانگی موج ذره میریم. لویی دوبروی پیشنهاد کرده بود که ذراتی مثل الکترون هم میتونن رفتار موجی از خودشون بروز بدن. تا قبل از این فرض ذره بودن امواج فرض پذیرفته شده بود به واسطه تلاشایی که انیشتین و پلانک کرده بودن، اما تا حالا به ذهن کسی هم خطور نکرده بود که میتونیم برای ذرات هم ویژگی موجی در نظر بگیریم. در نهایت لویی دوبروی این جسارت رو به خرج داد، تو قالب تز دکترای خودش به این نکته اشاره کرد که همونطور که میتونیم برای امواج ویژگی‌های ذره‌گونه در نظر بگیریم، برای ذرات هم میتونیم ویژگی‌های موجی در نظر بگیریم. و در نهایت این بیان لویی دوبروی توسط آزمایش دو شکاف یانگ به اثبات رسید و نشون دادن که ذرات هم مثل امواج از خودشون الگوی تداخلی نشون میده. کوانتوم مکانیک تو هسته خودش با ذرات زیر اتمی و مقیاس هسته اتم سر و کار داره. خب تو این مقیاس هم ذرات از قوانین کلاسیک پیروی نمیکنن، در عوض اون از قوانین مکانیک کوانتومی پیروی میکنن که این قوانین شامل دوگانگی موج ذره، برهم‌نهی کوانتومی و اصل عدم قطعیت. بیاین دوگانگی موج ذره رو بررسی کنیم. ویژگی که بیان میکنه ذراتی مثل الکترون و فوتون میتونن همزمان هر دو ویژگی موجی و ذره‌ای رو داشته باشن و اینطوریه که بسته به نوع آزمایشی که داریم انجام میدیم اینها رفتار منحصر به فرد موجی یا ذره‌ای رو از خودشون نشون میدن و درک ما رو به طور کلی نسبت به واقعیت به چالش میکشن. به عنوان مثال برای رفتار موجی الکترون ها میتونیم آزمایش دو شکاف یانگ رو بگیم که وقتی اونها رو بتابونیم ازشون الگوهای تداخلی میبینیم که ویژگی موجیه. اما حالا بیایم قبل از اینکه این ذرات به شکاف برسن یکی از ویژگی‌های ذره‌گونه اونها مثل اسپین رو اندازه‌گیری کنیم. میبینیم که تو نتایج نهایی آزمایشمون دیگه الگوهای تداخلی از خودشون نشون نمیدن و ویژگی‌های ذره‌گونه است که بروز میدن و در نهایت این نوع آزمایش ماست که نشون میده
اونها چه ویژگی رو باید از خودشون بروز بدن. حالا بریم راجع به برهم‌نهی کوانتومی یا سوپرپوزیشن صحبت کنیم. موردی که بیان می‌کنه یک ذره در آن واحد میتونه در چند حالت متفاوت باشه و خب فکر کنم همتون با آزمایش گربه شرودینگر آشنایی دارین یا اسمش تا حالا به گوشتون خورده. بذارین با 2 تا مثال برهم‌نهی رو بهتون توضیح بدم. مورد اول که همون آزمایش گربه شرودینگره. اول از همه بگیم که آزمایش گربه شرودینگر یه آزمایش ذهنی و بیان عملی نداره، ولی بیام براتون توضیح بدم چه جوریه. آزمایش اینجوری فرض میشه که ما یه جعبه داریم و یه گربه رو داخل این جعبه قرار میدیم. تو اون جعبه یه ظرف سمی هم هستش که بر اثر گذر زمان داره توی این جعبه سم رو وارد میکنه. یه چکش هم داخل این جعبه هست و وقتی ما در جعبه رو باز میکنیم این چکش به ظرف سم برخورد میکنه و سم رو کلا توی اون جعبه پخش میکنه و باعث مرگ گربه میشه. حالا روند آزمایش اینجوریه که بر اثر گذر زمان مثلا 1 ساعت که بگذره ما دقیقاً نمیدونیم چه مقدار از سم توی جعبه آزاد شده و اینکه آیا گربه توی این حالت بر اثر استنشاق سم مرده یا هنوز زنده است. پس ما هر دو حالت رو براش فرض میگیریم که هم گربه هم زنده است هم مرده و عمل مشاهده پذیری که با این آزمایش توضیح داده شده اینجوریه که ما میایم در جعبه رو باز میکنیم و مشاهده میکنیم که گربه مرده، چون اون چکشه در نهایت برخورد میکنه به ظرف سم و باعث مرگ گربه میشه. و خیلی قشنگ و سریع شرودینگر اومدش این آزمایش خودش رو توضیح داد که 2 تا عمل اصلی مشاهده پذیری و اصل برهم‌نهی رو تو دل همین آزمایش گنجونده بود. حالا بزن یه مثال بزنم که وقتی از من معمولا راجع به سوپرپوزیشن سوال میپرسن من این مثال ذهنی خودم براشون میگم. فرض کنید شما با دوستتون توی کافه قرار دارین و این کافه 10 تا میز داره و دوستتون میتونه رو همه این 10 تا میز نشسته باشه، اما میدونید که یه پاتوق داره که معمولا میره اونجا میشینه ولی به طور 100% همیشه اونجا نیست. شما قبل از اینکه وارد کافه بشین با یه احتمال و یه درصد خاصی میگین که دوستتون روی هر صندلی با چه درصدی میتونه نشسته باشه و وقتی وارد کافه شدین دقیقاً میبینید که کجا نشسته. این که شما قبل از اینکه وارد کافه بشین دارین فکر میکنین که دوستتون تو کدوم یکی از این حالت‌ها هست و در آن واحد تو ذهنتون میتونه تو همه این حالت‌ها باشه، بهش میگن سوپرپوزیشن. و اینکه وقتی شما وارد کافه میشین و دوستتون رو میبینین به میگن عمل اندازه‌گیری. حالا بیاین اصل عدم قطعیت رو بررسی کنیم که توسط ورنر هایزنبرگ فرموله شد. طبق این اصل ما هرچی مکان یک ذره رو دقیق‌تر بدونیم کمتر راجع به تکانی اندازه حرکت اون اطلاعات داریم و بالعکس هر چقدر بیشتر راجع به اندازه حرکتش اطلاعات داشته باشیم کمتر مکانش رو میدونیم. اما خب همچین چیز رو ما تو مکانیک کلاسیک نداشتیم. ما تو مکانیک کلاسیک با داشتن اندازه حرکت و موقعیت یه ذره میتونستیم براش معادل حرکت بنویسیم و آیندهش رو پیش بینی کنیم. اما حالا بر اثر این واقعیت اصل عدم قطعیت که در اصل نیست، یک خروجی از مکانیک کوانتومه، ما دیگه نمیتونیم آینده یک ذره رو به صورت دقیق پیش بینی کنیم. احتمالاً همتون شنیدین که میگن الکترون توی ابری اطراف هسته داره حرکت میکنه و این دقیقاً به خاطر همین اصل عدم قطعیت شما نمیتونیم بگیم که کجا با چه فاصله‌ای در واقع داره از هسته حرکت میکنه، چون هر چقدر دقیق‌تر فاصله‌اش رو بدونیم دیگه نمیدونیم آیا داره دور هسته میگرده یا نه. خب تقریبا دیگه به پایان ویدیو رسیدیم و باید بگم که تا حالا این چیزهایی که بیان کردم اومدن یه لایه نازکی از سطح کوانتوم رو براتون تراشیدم و خود کوانتوم یه مفهوم خیلی عمیق و پیچیده است. و اگه از این گونه محتوا خوشتون میاد لطفاً کانال رو ساب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید و اگه دوست داشتین برای دوستاتون هم بفرستین. در ضمن اگه سوالی هم راجع به این ویدیو یا ویدیوهای دیگه داشتین تو بخش کامنت ها بپرسین، همونجا بهش جواب میدم. و اگه ایده ای هم برای ویدیوهای بعدی داشتین اونم همونجا ذکر کنین. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.